نوپردهند با من نه قوه‌های بالایی و نه پایانی دخل نخواهد کرد. در این ماشین اگر بمب میبود شما با یک تیر دو خرگوش زدن میخواستید و مرا نیز کشتن میخواستید. مثل کودک دیروزه گپ نزن پله. او امنیتش را تامین کرد. او جایهای مخفی را ترک کنید. دیدیم. شاهدان از جای حادثه 20 نفرند. همه‌اش را من دیدم. برای عملیات تشکر میگوییم. عین حال به شما سپارش نیست. میتواند که استراحت کنید. یک مدت خودتون را نشون ندهید. من میدانم که کجا روم و چی گویم. میتوانید که آرام باشید. استانبول راسته ما نیست. در آنجا ما را ناکامی انتظار است. با صفیه چیکار میکنیم؟ یگان چیزی گفتن لازم. او میگوید که داد و فریاد را شنید و دلارا به پای راست خسته بود میگوید. بعد 15 سال اولین صداها و نخستین کوشش ها. آمدن دخترش را حس کرده باشد. دخترش آخر امروز نامد از کلیچ، اما آخر امروز به اینجا آمد. به زودی سرم میکفد. امک در پیشم میستد و میگوید که تو همه کارم را برباد دادی، اما من گنج دارم که به تو تعلق دارد. همین که از خانه میبراید او را میکشد. در این هنگام در پیشم پولاد نشسته است، انسانی که میگوید که این وظیفه را انتظار بود. بعد آن که پولاد می رود صفیه می آید و می گوید که صدای فریاد را شنید. بعدی او فوراً ورقه می آید که به بانو نرگس چه حادثه رو داده است. او کوشید است که به پای برخیزد اما روی فرش افتاده است. من گفته بودم که به تصادف‌ها باور ندارم، اما این تصادف‌هایی هستند که من به آنها باید باور کنم. کلیچ امک میدونست که میمیرد. او از ما قاتلان درجه اول ساخت. خیر، نرگس چی؟ او چه حال دارد؟ اکا من در آنجا بودم. ما گپ زدیم و من برآمدم. نخست صدای تیر برآمد. در چه باره گپ زدیم میماتی؟ گفتم که برای تو قصاص گرفتن و تستیری را کشتند اکا. یکم، هرگز در آن باره نگوی که ما میکنیم. دوم، اگر از کسی قصاص گرفته و یگان کسی را کشته باشی این را هیچگاه نگو تا اینکه او هدفی زیستن داشته باشد. سوم میماتی، او دختری کسی هم نباشد، تنها زن است و خلاص. حق استی اکا. میدونم میماتی. باری اول وقتی که گفتی گمان کردم تا آخر میرسی. فکر کردم که به کنار میروی، اما تو ما رو به آب پرتافتی جیان. تو چه حال داری تقا؟ ارهان چه حال دارد؟ او با گلباز چیکاره میکند اما الحال نفهمیدم. عبدالحیدر کجاست؟ یا آنها هر دو چی کاری میکنند؟ اکا پیش از آمدن تو من به سرور اونها یحیی خبر دادم. خوب کرده. بخیر است. چی گپ است؟ ناخواست روی داده است. تپانچه تیر پرانده است. بانو نسرین در جراحی است. جناب زیا همه را دانستن میخواهد. به جناب زیا که همه را نقل نمی کنی او هم توجه میکند. خب وقتی که بانو نسرین به گپ در آمد او را گوش میکنیم. میروی همه را نقل میکنی. اکنون بیرو خانه را نظارت کن تا کسی زیان نبینه. چطوره که فرمایید؟ گپ زن شیخ موس. ما از جناب زیا هیچ چیزی پنهانی نداریم. جناب من سپارش شما را اجرا کردم.
آخرین سخنی او چی بود شیخ موس؟ او گفت که پدرم خیلی اجازت داد جناب. طوری که نوشیدنش را اجازت دادن، این را نیز شیخ موس. او را کی گر کنیم جناب؟ اگر پگاه همه جا آرامی باشد بگوران شیخ موس، ولی تو به هر حال انتظار شو. هرچی گوید جناب. من همه چیزهای ضروری را به کارمندانتان دادم. باز یگان سفارش دارید؟ انا چی خیلی دشوار می شود جناب زیا. وقتی که میدانی آتش کلان است دود هم بسیار می شود. جناب سردار به ما کمی دیگر وقت بده. البته امشب برای استراحت شما حجره آماده کردم، خبردار باشید. تشکر. قسم میخورم اگر صبح از اینجا نبرایم تا دخترم را گرانم، پس یا خودم را میگرانم و یا همه را. پیش از همه این قرخانلی را که ما را به اینجا فرستاد. آنها آخر چند نفر ماندند؟ یک قلیچ و یک کلیم. جناب پروکورور، وقتی که شما و خانم ادوکات هستید من هیچ گفتنی ندارم. آنچه که خانم ادوکات گفت کاملا درست است. وقتی که در راه مرد چیکار کردید؟ چیکار هم میکردیم؟ غمگین شدیم. میکروب هم باشد بنده خدا بود. عملا چیکار کردید؟ جناب پروکورور، ادوکات به شما گفت که خودش تیر انداخت. گفتم که من پروندم. این طور نگوید جانم، لازم نیست. خانم ادوکات نپروند آبیدین. شما در آنجا نبودید؟ بودیم اما صدای تیر رو شنیده چشم پوشیدیم. من از صدای تیر میترسم. محترم پروکورور، نافهمی سرزد است. این میکروب پلید کوشش کرد که تپانچه ادوکات رو کشیده گیرد، اما وقتی که بانو ادوکات به خوبی تپانچه را نداد، من از اینجا نمیبرایم گفت و خودش رو پراند. ما چی قدر بانو ادوکات را باور کناندیم که او این کار را نکرده است. به هر حال آدمی قانون است. برای همین به اینجا آمده همه را به گردن خود گرفت. اگر کشتار هم می بود من اکی تونجای و بانو ادوکات را در حالت ناگوار میگذاشتم. من همه را به گردن خود میگرفتم. آفرین آبیدین، عیناً چنین بود جناب پروکورور. لازم не بچه ها ما به حالت خنده‌آور دچار میگردیم. خانم جانان، چون این زنی احساساتی مثل شما هنگام حادثه احتمال چشمانتان رو پوشاندید و رویتون رو هم گردانیده بودید. این همه حادثه را آبیدین بهتر از شما دیده است. آبیدین، جسد رو چیکار کردید؟